سرانجام پس از گذشت 10 ماه از شکلگیری حکومت وحدت ملی و تعهد رهبران این حکومت برای آوردن اصلاح در نظام انتخابات، روز چهارشنبه کمیسیون به این هدف به کارش آغاز کرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بتواند با انجام موفقانه کارهایش تهداب خوب را برای انتخابات آینده در کشور فراهم کند. آقای عبدالله میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی از نیازهای اساسی مردم افغانستان بوده و برای به موفقیت انجامیدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اراده سیاسی وجود دارد و جامعه بین المللی هم تعهد کرده که از این روند حمایت میکند. تجربه 13-14 سال گذشته نشان داد که یکی از اولویت‌های اساسی مردم افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی است که قدم اولیش و قدم اساسیش امروز با آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برداشته شد. کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک وعده نیست که وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است. آقای عبدالله همچنان از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواست تا کارهایشان را در مشوره با جامعه مدنی و احزاب سیاسی به پیش برند. یکی از موارد عمده تفاهمنامه ایجاد حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و عبدالله ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان می باشد. با آنکه گفته می شود در 10 ماه گذشته همواره میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر تعیین رئیس و اعضای این کمیسیون اختلافات موجود بود، اما سرانجام این کمیسیون به کارش آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه، تقویت مردم سالاری، جلب مشارکت و اعتماد سازی می باشد. در نشستی که در ریاست اجرایی به هدف آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برگزار شده بود، شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون تعهد کرد که تلاش خواهند ورزید تا وظایفشان را به درستی انجام دهند. کوشش کردیم که با سرعت لازم و دقت لازم وظیفه خود را انجام دهیم. باور ما این است که این کمیسیون به خاطر کدام شخص و یا کدام گروه و یا کدام کمیسیون دیگری کار نمی‌کند، بلکه این کمیسیون به خاطر آوردن اصلاحات لازمی و ضروری در سیستم انتخابات افغانستان، به خاطر اینکه انتخابات های بعدی در کشور بدون غلغش و بدون جنجال و بدون سر و صداهایی که در گذشته بوده داشت. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مجموعاً 13 عضو دارد که شاه سلطان عاکفی به عنوان رئیس و صدیقالله توحیدی به صفت معاون آن فعالیت می‌کنند. همچنان علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیز الله رفیعی، عبدالمجید غنیزاده، تادامیچی یموتو نماینده سازمان ملل به صفت اعضای این کمیسیون کار می‌کنند. اما نقش نمایندگی و نمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در این کمیسیون مشورتی بوده و حق رأی دادن را ندارد. تادامیچی یموتو نماینده این سازمان در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید که یونما متعهد به فراهم آوری کمک‌های لازم به این کمیسیون است. با آنکه حکومت وحدت ملی و سازمان ملل تعهد کرده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را حمایت می‌کنند، اما مسئولان برخی از نهادهای ناظر انتخابات موفقیت کار این کمیسیون را به دیده شک می‌نگرند. آنان می‌گویند تا زمانی که تذکره‌های الکترونیکی به تمام اتباع افغانستان توزیع نگردد و افراد غیر وابسته و بی‌طرف در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گماشته نشوند، آوردن اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور ناممکن و محال خواهد